ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر سامانه بام داد درباره از جانب کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان هنگام گرفتن پوره دستگیر شدن یک باره 4 ناظر منطقوی در ناحیه شامنصور را رد کرد. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه به طور رسما به اطلاع شهروندان میرساند که خبر مذکور اساس واقعی نداشته، تنها یک ناظر منطقوی برای صحبت با مقامات دعوت شده است. همزمان حالت مورد ابلاغ قرار گرفتن یک نفر جوان و برای رهایی او از والدانش طلب نمودن پوره نیز جا ندارد. ناظران منطقوی میلیسیای ناحیه شامنصور شهر دوشنبه از پی اجرای عهدهداری‌های خدمتی خود قرار داشته برای تامین ترتیبات و آسایش حالی شهروندان در منطقه‌های خدمتی خود فعالیت نموده ایستادند. گفته می شود در ردیه میلیسیای پایتخت تاجیکستان ولی طور از ردیه برمیآید ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه اعتراف کرده است که قضیه وجود دارد و دست کم یک ناظر منطقوی برای صحبت به مقامات مذکور دعوت شده است. اداره سامانه بامداد دوم باره با منبع خود در تماس شده و او دیگر باره تصدیق کرد که در این پرونده طلب پوره از والدان جوان دعوت شونده در حقیقت 4 ناظر منطقوی از شعبه میلیسیای ناحیه شامنصور گمان بر میشوند. او دیگر باره تصدیق کرد که نسبت به آنها بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ از جانب گروه متشکل پرونده جنایتی گشوده شده است. طور قبلا بامداد خبر داد شب 3 اپریل به 1 مای کارمندان دفتر جمهوری اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان یک باره 4 ناظر منطقوی در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه را هنگام گرفتن پوره از پدر یک جوانی که به طریق ابلاغ دستگیر شده بود دستگیر کردند. ناظران منطقوی از پدر جوان در عوض رهایی او 5000 سومون طلب کردند.